درود بینندگان گرامی، برنامه سیاسی تحلیلی در موضوع روز را از تلویزیون تاجیکستان منظور شما میگردانیم. حالا صحبتی داریم با آموزگاران دانشگاه ملی تاجیکستان وابسته به مبرمیت و مهمیت برگزاری ملاقات پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اهل علم و معارف کشور که سنه 30 ماه گذشته دایر گردید. در صحبت ما اشتراک دارند انصار نیازов نامزد علم‌های گئولوژیا و منرالوژیای دانشگاه ملی تاجیکستان، قربانمد صادقов نامزد علم‌های اقتصادی، محمد رحمانزاده نامزد علم‌های حقوق شناسی فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان و بختیار قطب‌الدین دکتر علم‌های فیلولوژیا دکان فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان. خوش آمدید با استودیوی تلویزیون تاجیکستان. سوالی مطرح یا اینکه مسئله عمده مطرح شونده همین مبرمیت یا اینکه مهمیت ملاقات پیشوای ملت می باشد. بسیار خوب است که اندیشه های خود را، برداشت های خود را از همین ملاقات در آغاز ابراز نمایید. مرحمت. واخوری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با اهل علم جمهوری در مرحله برگزار گردید که تاجیکستان واقعا بر روند جهانی‌شوی شامل شده است و این جریان دوام دارد. جهانی‌شوی از یک طرف اگر پهلوهای مثبت داشته باشد، یعنی که دسترسی عموم به تکنیک و تکنولوژی معاصر، به سطح بلند علم و دیگر امکانیت‌ها اگر شرایط مساعد مهیا کند، اگر از جانب دیگر البته پهلوی منفی هم دارد. پیش از همه این پهلو در حفظ هویت ملی، خصوصیت‌های ملی، دستاوردهای ملی احساس می شود. تاجیکستان در آغاز عصر 21 گرچه که مشکلات خیلی زیادی در اثر گذرانده باشد هم، لیکن در چند ده ساله اخیر با یک قطار موفقیت‌های خیلی بی‌نظیر موفق شده است. بله. یکی از این پیش از همه در آن تجسم می‌یابد که مشکلات خیلی سنگین سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که نه تنها برای تاجیکستان خاص بود بلکه در عموم در یک زمینه یک بحران خیلی شدید اجتماعی، بگیم حتی سیاسی، اقتصادی و مالیوی که در یک چند مرحله مهمی آغاز عصر 21 جا داشتند با تاجیکستان هم تاثیر منفی خود را رساندند. بله. لیکن با این نگاه نکرده با تاجیکستان پیش از همه با شرافت رهبری معظم کشور پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان یک قطار موفقیت‌های کلان نائل شد و ضرورت این واقعی در آن بود که پیشوای معظم ملت دستاوردهای علمی علمان کارمندان علمی تاجیکستان را تحلیل نموده سمت‌های آینده آن را مشخص نمود. در آغاز عصر 21 در زمانی که جامعه جهانی به یک مرحله به یک فاز دیگری رشد الکی گام نهاده است، پیش از همه نقش علم حل کننده می باشد. برای همینم همچون یک اشتراکچی این واقعی که با شخصا به من یک تاثیرات خیلی بزرگی رسانید. بله. من چنین احساس میکنم که این واقعی بار دیگر تاکید کرد که اهل علم از مد نظر پیشوای ملت دور نیست. بله. و آن ابتکار و تشبثی که به واسطه در ساحه دستگیری علم، در ساحه پیشبرد علم، در ساحه تامین غایوی و معنوی و مالیوی علم از جانب پیشوای ملت ظهور می شود، باید یک نتیجه مشخص دهد. تشکر زیاد. شما فکر نمیکنید که همین در محور توجه پیشوای ملت قرار داشتن اهل علم یک خصوصیت وابسته کنندگی دارد؟ یعنی اهل علم را عهده‌دار میکند، وظیفه‌دار میکند که برای پیشبرد جامعه، برای پیشبرد کار علم دوچند زحمت کشند و همه گونه که پیشوای ملت اینجا از مرکب شوی اوضاع سیاسی جامعه جهان صحبت کردید، در مناسبت هایی که ظاهر میشن پیشوای ملت تاکید کردند که بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشیم، زیرک باشیم. تشکر از شما. واقعا همین طور است. نگرانی که پیشوای ملت از اوضاع امروزی رشد علم در جمهوری تاجیکستان ظاهر نمود، ما را وظیفه‌دار موظف می‌نماید که دوچند مهنت کنیم. شما چه درست قید کردید، با موفقیت‌های نو به نو نائل گردیم
و پیش از همه اون واسطه مالیوی و خواجگی و تشکیلی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد علم جدا کرده می شود از اون ثمرناک استفاده بریم. خیلی درست قید شد که در سخنرانی پیشوای ملت که متاسفانه حالتهای استفاده غیر مقصدناک منبعهای مالیوی که برای رشد علم مقرر کرده شده بودند جای دارند. بله. همین سبب من شخصا در چنین عقیده استوار هستم که اهل علم باید از این واقعه یک خلاصی درست برآورند و قوه ذهن خود را برای آن روان کنند که در پیشرفت علمی منطقه یا جهانی باشند. زمانی بود که تاجیک تمام جهان را می‌آموزانید. یعنی نگرید به تاریخ گیوگرافی، با تاریخ استرونومی نجوم، نظر کنید به تاریخ کشورشناسی، به تاریخ هندسه و متماتیکا که اساسگذاران آنها واقعا من در اینجا یا مبالغه راه ندادم تاجیک بودند. من چنین انتظار هستم که پیش از همه از این واقعی جوانان که در طول خیلی زیاد بودن خلاصی درست میبرند. تشکر زیاد. جای تاریکی را تصور کنیم. برای روشنی انداختن همون جای تاریکی برای ما چراغ لازم است. چراغ نداشته باشیم راه پا نمیشویم در همون تاریکی، در همون ظلمت. علم هم همین گونه است. لذت معنوی و منفعت علم را جوان تا حدی که استاد میداند نمیداند و وظیفه استادان، آموزگاران، عالمان دانستند پیشوای ملت که نسل نورس را راهنمایی کنند، از نتیجه های علمی آنها را شناس کنند که چی منفعت دارند، آگاه کنند. در چنین صورت نسل جوان توجه میکند به علم، به آموزش علم. و ببینیم ایرادها، تحلیلها و راهنمایی های پیشوای ملت نیز در همین ملاقات بسیار غمخوارانه، دلسوزانه و آینده بینانه به دورنمای دولتداری و ملت تمدن آفر تاجیک اظهار داشتید که پیشوای ملت در ملاقات از حادثه ها، چالش هایی که در آغاز به دست آوردن استقلالیت دولتی با وقوع پیوستند یادآور شدند و پیشوای ملت همین روبروشایی به چالش ها را ربط دادن به این مسئله که زمینه های خرافاتی داشتند، اساس دور شدن از علم داشتند و پیروزی یا اینکه دست بالا بودن فرهنگ بیگانه در محیطی یا در فضای فکری دانستند ارزیابی کردند و برای راه ندادن به همین حادثه ها، به همین تهدید و خطرها به جامعه تاجیکستان هشدارها دادند، موظف کردند نهادهای مخصوص را و دستور راهنمایی ها کردند. سوال مطرح از بختیار قطب‌الدین این است که برای پیشگیری کردن از خرافات، جهالت، علم چه نقش می‌گذارد؟ این سخنرانی با همه پهلوهای خود، با همه جنبه‌های خود یک راهنمایی برای چندین سال‌های دیگر خواهد بود. و چون اینجا شما سوال را در سمت تا کدام اندازه جلوگیری کرده می‌تواند تاکیدهای راهبری دولت درست است. همچون یک شهروند من وقتی به محتوای این سخنرانی نگاه میکنم گمان میکنم که از آغاز تا به آخر همین روحیه است. یعنی زمان مرحله فرا رسیده است که امروز جامعه ما باید یک تحولاتی را در بخش علم، در ساحه علم از سر گذراند، یک گردش کلی نوی به میان آید، زیرا مشکل ترین مرحله ها را در زمان استقلالیت، با فیض استقلالیت، با شرافت راهبری عاقلانه پیشوای معظم ملت ما طی کردیم. بله. و اینک در زینه قرار داریم، در مرحله قرار داریم که پیشگویی آینده جهان امروزه خیلی مرکب، دشوار و حتی ناروشن است. اینجا اشاره به روند جهانی شوی هست که اینقدر در اطرافش میگوییم، اینقدر اندیشه میرونیم و امروز معلوم گردیده است که همچون یک علمی مشخص جهانی شوی هنوز برای کسی معلوم پیدا نگردیده است. برای همین هم دائما تاکید میکنیم که یک سال بعد یا چند بعد جامعه جهانی را چی انتظار است کسی مشخص این را تحلیل کرده نمیتواند. امروز روندها، جریانها نهایت پرتلاطم هستند، مرکب هستند. از همین لحاظ هم آن چیزی که وابسته به تفکر علمی، تفکر تکنیکی، جهانی معنوی و معرفتی جامعه را برای دولت ما تاکید کردن،
این بقای آینده کشوری ما گردیده میتواند. در واقع امروز راه ها، اصول ها برای نجات از این ورطه خیلی زیادند، اما از همه مفید، از همه مهم همان جامعه خود را رها داده میتواند که اگر با دانش ها، با جهانبینی های وسیع معنوی بلد باشد و طبیعی است که بیشتر گرفتار می شود همون جامعه های با همین روند های بسیار مرکب و خطربار که غفلت زدند، از علم دورند، از معرفت، از دانش فرسخ ها در فاصله قرار گرفتند. اما خیلی خوب است امروز باید ما شکرگزاری نموده باشیم که نخست در نوبت اول یک فضای مساعد، یک فضای بسیار آسایشته و آرام داریم که همه شرایط رو برای ما مهیا کرده است. تنها انتخابی را صداقت، صمیمیت و محبت به وطن، به کسب، به پیشه، به علم ما را میتواند، جامعه ما را میتواند گلگشکفان گرداند. طوری که از قسمت مقدمه‌ای این سخنرانی ما میبینیم همه تحلیل های جناب عالی منطقدار بودند، کوتاه بودند، مشخص بودند و هر یک شخص عاقل وقتی که به همین رقم ها می‌نگرد خودش به خلاصه میآید که ما 30 سال قبل کی بودیم و امروز به کجا رسیدیم. شرافت استقلالیت است. ما 3 هدف بزرگ استراتژی را عنقریب عملی گردانیدیم و اکنون یک زمان فرا رسیده است، دوره فرا رسیده است که با علم و دانش به طور خیلی عمیق رو آوریم. راهبر دولت از ما، از جوانان مخصوصا دانش اندوزی، اختراعات، کشفیات و نزدیک کردن علم به استحصالات است. وقتی که در حقیقت جامعه اندرمان می شود به همین گونه سمت ها، به همین گونه جریان ها، واقعیت آن است که ما دیگر وقت نمی‌یابیم برای فریفته شدن در یک شبکه اجتماعی، برای فریفته شدن در دامن یک دعوت، یک خطابه. این سوال داده شما که تا کدام اندازه میتواند تاکیدهای راهبری دولت صد یا مانع شود، و پورگی از آغاز تا به انجام منطقی گفته های راهبری دولت همین است که اگر جوان با دانش، با آموزش، با تحلیل، با جستجو آواره باشد هیچ وقت فریفته نمیشد، هیچ وقت وطن را، خیانت به وطن را برای خود روا نمیبیند و میتواند که کاری کند، عملی کند که در بنیاد جامعه سالم مساعدت نماید. از همین لحاظ هم در انجام سخنرانیشان بازم تاکیداً ارائه کردند که جهان جهانی مرکب است، جهان جهانی نازک است. امروز فردا جامعه جهانی را چی انتظار است برای کسی معلوم نیست، اما متحدی ما، وحدت ما، یگانگی ما و در پرتو ان همین نعمت ها جستجوی علم دانش ما میتواند یک محور استوار پیدا کند که ما مطمئن باشیم که به نسل های آینده یک دولت، یک جامعه پیشرفته را میراث گذاریم. تشکر زیاد. در ادامه منطقی همین گفته ها در صحبت ما محمد رحمانزاده محقق جوان نامزد علم‌های حقوق شناسی اشتراک دارد. فریفته شوی، شامل شوی به حزب و حرکت‌های ارتجاعی عاقبت‌های ناگزیر جوابداری حقوقی نیز دارند. به این مسئله روشنی اندازید که اگر جوانان ما به علم توجه کنند، به علم رو بیارند، تا کدام حد فریفته شوی آنها، شامل شوی آنها به گروه‌ها، تشکیلات‌ها و سازمان‌های ارتجاعی رادیکالی که واقعاً به دولتداری ملی در جهان معاصر خطر ایجاد میکنند، خطر با وجود میارند، نقش گذاشته میتواند در پیشگیری از شامل شوی جوانان. چقدر که تاریخ گواه است، همون دولت یا ملت پایدار و توانا باقی میماند که ذخیره ذهنی بزرگ داشته باشد، از علم و معرفت برخوردار باشد. البته ملاقاتی که پیشوای معظم ملت با اهل علم و معارف کردند، یکی از مسئله های مبرم آن در همین موضوع بود، چون که شخصی که با علم رو میارد، با علم و دانش رو میارد، البته از راه های نامطلوبی که آن دارد میگردد در برابر همه آن هدف ها و مقصد ها و یا اینکه همه آن اراد هایی که پیشوای معظم ملت در واخوری با اهل علم و معارف کشور کردند، همچنین راه های حل آن را نیز بررسی نمودند، راه های حل آن را نیز با مردم کشور پیشنهاد کردند. یکی از پیشنهادهای پیشوای معظم ملت همین بود، با اهل علم و علمان، محققان، زیاییان همین بود که
маърифати ҳуқуқии аҳолӣ, яъне ки соҳиб маърифат гардидани махсусан ҷавонон, наврасон бояд зиёд карда шавад. ин бешубҳа роҳи ҳалли ҳамин мушкилӣ аст, чунки вақте ки шахс маърифати волои ҳуқуқӣ дорад ё ин ки шуури баланди ҳуқуқӣ дорад, албатта аз даст задан ба дигар кидорҳои номатлуб ё умуман аз дилхоҳ ҷиноят ҷинояткорӣ даст мекашад. саҳми олимон, саҳми муҳаққиқон, саҳми зиёиён дар ин масъала бояд дучанд зиёд шавад, чунки гузарондани конференсияҳо, мизҳои мудаввар, фаҳмондадиҳо ин албатта роҳи ҳалли ин мушкилиро мекушояд, чунки агар мо дар байни дигар қишрҳои ҷомеа суханрониву фаҳмондадии оид ба ҳамин мавзӯъҳои ифротгароӣ гузаронем, то дигар аҳли ҷомеа донанд ки терроризм чӣ аст, ифротгароӣ чӣ аст, роҳҳои ҷалб шудан ба ҳамин гурӯҳҳо чӣ гуна аст, фикри дуруст карда даст ба содирӣ кардани ин гуна кидорҳо намезананд. ба масъалаи маърифати ҳуқуқӣ, фарҳанги ҳуқуқӣ таваҷҷӯҳ кардани ҳукумати мамлакат заминаҳои қавӣ дорад. ҳанӯз аз оғози даврони соҳибистиқлолӣ сарчашма мегирад. агар мафҳуми давлатро таъриф бидиҳем, амин падидаи ниҳоди ҳуқуқи сиёсӣ аст. соли 1996 бо пешниҳоди пешвои миллат соли бузургдошти тамаддуни ориёиро ҷашн гирифтем, ки дар ин самт воқеан рабт дорад, иртибот дорад. ва соли 1999 1100-солагии давлатдории миллии тоҷикон, давлати Сомониён роз. Воқеан инҳо дар сатҳи фаҳмишҳои ҳуқуқии мо, давлатшиносии мо, ҷомеашиносии мо бисёр нақши калидӣ мебозанд. Шумо ҳамин чизро дар назар доред. Ва он ҷавоне ки маърифати ҳуқуқӣ дорад ва аз оқибатҳои ҳуқуқии кирдори худ огоҳ аст, воқеан ба чоли шоҳ дода намешавад, фирефта намешавад. хуб, ба фикри шумо имрӯз ҷавонони мо дар ҳамин самт то куҷо рағбат доранд? Яъне сатҳи маърифати ҳуқуқии ҷавони мо то кадом ҳад аст? Чун имрӯз мебинем бисёри ҷавонони мо зирак ҳастанд, ҳушёр ҳастанд, ба доми ҳар гуна гурӯҳҳои палидона ифротӣ дода намешаванд. ва ин воқеан аз ҳамон таъкидҳои пешвои миллат ки мегӯянд зиракии сиёсӣ, мавқеъгирии усулӣ ва бедории миллиро аз даст надиҳем, дар натиҷаи бардошт аз ҳамин таъкидҳо ва раҳнамоиҳои пешвои миллат ба вуҷуд меояд. ташаккури зиёд. дар ҳақиқат дуруст аст. албатта он суханроние ки пешвои муаззами миллат дар ҳар як паёми худ, дар ҳар як мулоқотҳои худ, дар ҳар як суханрониҳои худ мекунад, албатта мо ҷавонон бояд пайравӣ аз пешвои муаззами миллат кунем, чунки зиракии сиёсиро аз даст надодан ин худ як гапи хушку холӣ нест, чунки бале ҳаст ҷавононе ки маърифати олии ҳуқуқӣ доранд, ҳаст ҷавононе ки шуури баланди ҳуқуқӣ доранд, аммо мутаассифона дар байни ҷавонон пайдо мешавад ҷавононе ки шуури пасти ҳуқуқӣ доранд. хеле ки пешвои муаззами миллат доимо таъкид менамояд, ин кори танҳо роҳбари давлат ё ин ки як самти алоҳида нест, ин кори дастаҷамъона аст. ин кор дар якҷоягӣ бо албатта бо олимону муҳаққиқон, зиёиён ва албатта бо падару модарон ҳамин фаҳмондадиҳо, ҳамин равнақ додани илму дониши ҳам хонандагон, ҳам донишҷӯён бояд ҷоноб карда шавад. ташаккури зиёд. яке аз масъалаҳои умдае ки пешвои миллат дар мулоқот мавриди таҳлил қарор доданд, ин дар ё бо сабаби надоштани мутахассис, дастрасӣ надоштан ба сарватҳои табиии Тоҷикистон аст. ва дар самти коркарди сарватҳои табиӣ ва ба ин васила рушди иқтисоди миллӣ нақши илмро бисёр афзалиятнок арзёбӣ карданд. дар суҳбати мо номзади илмҳои иқтисодӣ Қурбонмард Содиқов иштирок дорад. эродҳо ва раҳнамоиҳои пешвои миллатро дар мавриди тайёр кардани мутахассисон, истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ ва он кадрҳое ки воқеан илмро ба амал пайванд медиҳанд чӣ гуна дарёфтед ва чӣ гуна арзёбӣ мекунед? бояд ёдовар шуд ки 33 сол аст дар Тоҷикистон бо роҳбарии пешвои миллат ислоҳоти иқтисодӣ идома дорад. ҳадафи асосии он ин беҳтар ва хубтар кардани сатҳ ва сифати зиндагии мардум аст. соли 1993 вақте ки пешвои миллат дар ҳамоиши тоҷикони ҷаҳон баромад карданашон таъкид сохта буданд ки
اقتصاد ملی دیگر قدرتی پرداخت کردن سوهای اجتماعی از قبیل علم، معارف، تندرستی را ندارد. زیرا سبب اساسی این چخیلی که استادان تاکید کردن این همون خرافات پرستی بود، همون گروه های مخالف داخلی بود که نمیگذاشتن سوهای اساسی اقتصاد ملی رشد کنند. چون که دو سوهای کلانترین اقتصاد ملی، صنعت و کشاورزی، در نتیجه برهم خوردن اتحاد شوروی یکی به 58.8 دیگری 62.4% کاهش یافته بودند. سطح مجموعی مسائل داخلی به 67% کاهش یابیش می رسید. ضرر جنگ شهروندی به 10 میلیارد دلار آمریکا می رسید. یعنی قریب 100 مرتبه از بودجت ضرر زیاد بود. بله. این همون منطقی است که پیشروی ملت گفته بودند در بودجت یک تنگه پول نبود، از همین سرچشمه میگیرد. و نخستین کاری که پیشروی معظم ملت کردن، هدفهای استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان رو معین کردن. در همین هدفها به حد دقت اساسی و اولین درجه به سوهای معارف داده شده بود. چون که اگر توجه کنیم به بودجت کشور، در بودجت قریب نصف 48-50% بودجت به سوهای معارف روانه شده است. همه ساله 33 سال استقلالیت، همه ساله تا 200 مؤسسه نوی تعلیمی تیپ نو که مجهز به تمام شرایط ها بنیاد می شود. پیشوای ملت توجه کردن به مردم کوهستان و مردم تاجیک، کوتای پرزیدنتی جدا کردن تا که جوانان ما دانشمند باشند. از این گفته های شما من یک اقتباس از سابق سروزیر سنگاپور لی کوان یو میارم. میگوید که من در زمان اداره کنیم درک کردم که هر قدری که در هیئت رهبری کشور شخصانی با استعداد باشند، دانشمند و با تفکر باشند، همون قدر ثمره‌ناکی، همون قدر رشد، همون قدر پیشوری در کشور دیده می شود. اگر ما توجه کنیم، پیشوای ملت توجه میکنند به بانوان کشور و دختران، خصوصا کوتای پرزیدنتی جدا کردن برای دختران کوهستان که آمده تحصیل کنند، فرا گرفته شوند به معارف. اگر ما با ساختار نشان دهنده های بین المللی تاجیکستان توجه کنیم، اهالی ما با معارف فرا گرفته شده به نهایت زیاد است. اهالی معلومات دار نیز زیاد است. از این گفته های پیشوای ملت درک می شود که ما باید به صفت احکام توجه کنیم. بله. دقت زیاد رو به صفت دهیم، چون که ما علاقه از روی نشان دهنده های عمری بعضی دولت هایی که در پهلوی ما هستند، در ردیف ما هستند، ما آنها رو پیش صف شدیم. با تشبث پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، طی 20 سال اخیر تمام قطعنامه های آب سازمان ملل متحد که زیاده است 9 قطعنامه رو در بر میگیرد برگزار میگردند. زیرا اگر همایش سازمان ملل متحد رو که بخش کشاورزی رو در بر میگیرد در مالزی برگزار شد یادآور شویم، در این همایش آنها قید کردند که بهداشت زمین و آب علم نو اوید به نجات انسان است. اوید به نجات انسان است. از همین خاطر سبب‌های اساسی مهمیت پیدا کردن با ذخیره های آب، یکم این از اقلیم، گرمشوی اقلیم. به شبهه تاجیکستان را عالمان جهان مدل روی زمین گفتند، زیرا در منطقه های تاجیکستان حرارتی تا 50 درجه خنکی تا 60 درجه گرمی به نظر می رسد. و دیگرش این که بعد سالهای 60 پرتاب‌های زیادی گاز دی اکسید کربن به طبیعت که سبب‌های دیگری گرمشوی اقلیم به میان آمد و این گرمشوی اقلیم تاجیکستان را نیز به طرف نماند، چون که به پیریخ‌های تاجیکستان تاثیر کرد. پیریخ‌های تاجیکستان ما می‌دانیم اساسی غذاگیری دریای تاجیکستان این پیریخ‌ها به حساب می‌رود. در نتیجه در 65 سال اخیر 20% حجم و 30% مساحت پیریخ‌های تاجیکستان رو ما از دست دادیم. تأکیدی با آینده‌های دور نگرانیده شده پیشوای ملت در قسمت فرجامی ملاقات این بود که با در نظر داشت وضعیت بسیار متشنج، مرکب و معین نبودن دورنمای مناسبت ها در بین جامعه ها، از هر وقت دیگر زیرک باشیم، هوشیار باشیم، صلح را، امنیت را، استقلالیت دولتی را که برای ملت تاجیک
دستاوردهای مقدسترین، نعمتهای بی‌بهاترین به حساب میروند. همیشه گرامی داریم، پاس داریم و با آینده یک دولت آباد به میراث بگذاریم. اگر مجموعی نظر اندازیم به ملاقات با اهل علم و معارف کشور، مقصد بنیادی فوندامنتالی اندیشه های پیشوای ملت همین در اساس علم رسیدن به سعادت انسانی است که هدف نهایی دولت حکومت تاجیکستان است تامین کردن شرایط زندگی ارزنده است. فقط پیشوای ملت با تحلیل های بسیار مکمل، مشخص و اندیشه دوربینانه راهنمایی کردن ما را که به همین دستاوردها تنها با راه علم ما میتوانیم نائل گردیم. وقتی که با راه علم نائل میگردیم، این بی آسیب و بی ضرر و راه دراز را کوتاه کننده است. خب در این حاشیه میخواستم اندیشه های خود را مطرح کنید یا ابراز نمایید. وقتی که راهبری دولت هر آن چیزی که میگوید عهده‌داری را پیش میگذارد، وظیفه ها را معین میکند، آن را باید اجرا کرد، آن را باید در عمل تطبیق نمود. زیرا راهبری دولت آن چیزی را میگوید که منفعت اجتماعی است، منفعت خلق است، منفعت جامعه میباشد و همه تاکیدها بند به بند وقتی که نگاه میکنید، تحلیل میکنید، پیوندی منطقی دارند. علم، تعلیم و تربیت با هم همیشه توأم میباشند و از این جهت اونی که میخواهند جامعه ما از نگاه علمی دانش پیشرفته باشد، انا نتیجه نهایی آن ثبات و آرامی جامعه، متحدی آن است. بازم تاکیداً همون اندیشه را میگویم که بیشتر جامعه های غافل، جامعه های دور از معرفت به بنبست ها، به بحران ها گرفتار می شوند. چون تاجیکستان با شرافت استقلالیت از امتحان های سنگین، از سنجش های نهایت دشوار گذشته است. امروز ما در پیشارو یا اینکه در انتخاب راه نو قرار داریم. همه برنامه های کاری راهبری دولت وقتی که ما نگاه میکنیم، تحلیل میکنیم، خیلی البته سرباری وزین است. ملاقات های پیوسته که دارند با اهل زیا، نه تنها با اهل زیا، با اهل علم و معارف، با کشاورزان، با بنیادکاران، سازندگان، با عموما اهل جماعتچگی، وقتی که میبینیم این همه گواه آن است که راهنمایی های راهبری دولت تنها یک از سخنهای عمومی نیستند، بلکه اجرای آنها، در عمل تطبیق کردن آنها را ما باید عمیقاً اندیشه نماییم. یک نقطه شخصا برای من افتخار بود که در برابر دیگر دانشگاه وقتی که نام دانشگاه ملی را گرفتند و همچون یک منبع پیشبرنده اساسی علم و تعلیم تاکید نمودند، درست است. وقتی که تعلیم میگویم باید با علم پیوسته باشد و وقتی که راهبر دولت یک نقطه را میگویند، تاکید میکنند، در برابر آن راه و وسیله حل آن را نیز پیشنهاد میکنند. از جمله در مورد امروزه سرباری های تعلیمی که در دانشگاه ها وجود دارد. این سیستم دانشگاهی در عالم، در جهان امروزه عامل اساسی پیشرفت علم های دقیق، علم های ریاضی، علم های طبیعی می باشد. یعنی در آنجا اختراعکاری ها هست، علم با استحصالات عمیقاً پیوند می باشد. لابراتوری ها، پایگاه های تکنیکی، پارک های تکنولوژی که در دانشگاه هستند باید نتیجه داشته باشند و همین نتیجه است که بعضا در دنیا می بینیم بهترین یا اینکه نمونه نوترین بگذار تکنولوژی های الکترونی یا اینکه دیگر وسیله هایی که برای پیشرفت صنعت مهم هستند به دست می آیند. چرا در ما نباشد این چیز؟ البته ما راه پیموده 30 ساله را هیچ وقت انکار نمیکنیم. راهبری دولت هنوز از سالهای 1996 اولین قدم های خود را در راه دستگیری در بخش علم گذاشته بودند و می‌دانیم که 4 قرارهای داخلدار نسبت سمت‌های اولویتی تحقیقات های علمی سال 2007 2009 2010 2012 2015 2020 2025 قبول گردیدند و وقتی که نقشه برنامه ها تهیه می‌گردند، نتیجه گیری آن باید که مشخص باشد و همین بود که در ملاقات راهبری دولت ایرادها نیز بودند، گله ها نیز بودند که البته همه آنها سازنده هستند و همه آنها برای اجرا می باشند و یک چیز خیلی خوشایند است که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تحلیل های خود از همه پهلوها آگاهند. موقع فردی خیلی فعال است در همه سخنرانی هایشان. هر آن چیزی که میگویند آن را دیدند، آموختند و افقهای آن را تحلیل کرده بعداً از یک منبر برای اهل جامعه
بیان می‌دارند. از این جهت اون چیزی که در ملاقات روز 3 می گفته شد در انتظار بود. سال 2020 هم میگن یک ملاقات به عمل آمده بود، نتیجه گیری که از اون رهبری دولت کردن و زینه به زینه آنها رو بیان کردن. اکنون باز هم همون اندیشه است که امروز ما باید برای اقتصاد ملی، برای علم ملی تلاش و کوشش کرده باشیم. امروز همه قدم ها، همه زمینه ها وجود دارند. وقتی که هدف چهارم استراتژی میگیم، البته تاجیکستان کشوری اگراری است، کشوری است که در اساس اصلا کشاورزی چاره‌داری پیش می رود و وظیفه گذاری، مسئله گذاری هایی که نسبت اکادمیای علم های کشاورزی گفته شد، نسبت بخش چاره‌داری گفته شد، درست است. تاجیکستان این یک بهشت روی زمین است. ما اگر دولت های را ببینیم، تحلیل کنیم، از نگاه جغرافی در یک بیابان خشک و خالی قرار دارند، اما ببینید که تاجیکستان چقدر ثروت‌های بوی طبیعی دارند. همه این کارکرد نشده است، همه این آموخته نشدن و محک جوهری تاکیدهای رهبری دولت هم همین است که ما باید خودمون با علم ملی خودمون به این چیز دستیاب و موفق شویم و به این باور هم داریم، زیرا هر آن تصمیمی که رهبری دولت از آغاز تا به امروز شروع کردند همشون عملی گردیدند و این یک اصلاحات خواهد بود، این یک تحولات خواهد بود که همه ما رو به اندیشه وادار می‌نماید، به خلاصه‌های عمیق دعوت می‌نماید و هر اون کسی که وطن رو صدقاً دوست می‌دارد، ذوق دارد، محبت دارد، مخصوصاً در راه علم و تحقیق، اگر با صداقت داشته باشد با گفته‌های رهبری دولت، همه تحقیق‌های اون نتیجه می‌دهند. نتیجه چی است؟ نتیجه در استحصالات بار آوردن محصولی است که در نظریه آن را یک محقق بیان می‌نماید. توجه زیاد کردن پیشروی ملت به ساحه کشاورزی، چون که 66% اهالی ما در ساحه کشاورزی بند است و حصه ساحه کشاورزی در مجموع محصولات داخلی 23% را تشکیل می‌کند و اگر توجه کنیم به دولت‌های پیشرفته، حصه ساحه کشاورزی 1-2% را تشکیل می‌کند، چون که دولت‌های پیشرفته اکثریت این محصولاتی که خود تولید می‌کنند خود کارکرد می‌کنند. حتی پیش از این پیشروی ملت مثال آورده بودند که 80% پخته ختلان صادر می‌شود. همه اینها رو ما باید در اساس اون ساحه‌ای که تحقیق ساختن، یعنی گذشتن از ساحه اگراری به ساحه ایندوستریالی که این دانش زیاد رو طلب می‌کند، آنها پیشنهاد کردند. با دستگیری به واسطه پیشروی معظم ملت همه ساله فوند مخصوصی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده است با نام درخشندگان. جوانان ما در رشته علم‌های دقیق، خصوصا در سال 2023-24 119 نفر، در سال 2022-23 200 نفر به خارج کشور سفربر شدند تا که آنها از علم‌های معاصر با خبر شده بعد تحصیل به وطن برگشته ساحه‌های مهم اقتصاد ملی و بخصوص صنعت کنونی با سرعت که هدف اساسی رشد اقتصاد ملی ارزیابی می شود بلند بردارند. و دیگر از این امروز ما می‌دانیم تجربه دیگر این انکشاف دهات از حساب ساحه‌های غیر اگراری است. ما می‌دانیم اکثریت کارخانه‌های خرد در دهات وجود ندارند. یعنی ساحه کشاورزی یکی از ساحه‌هایی است که امروز اهالی زیادی ما در این بند است، لیکن حاصلناکی مهنت اگر توجه کنیم در ساحه کشاورزی 12 سومون ساعت، اگر به ساحه صنعت توجه کنیم 200 سومون ساعت را تشکیل می‌کنند. به همین خاطر پیشروی ملت توجه کردند که ما باید از ساحه اگراری به ایندوستریالی گذاریم و یکی از راه‌های اساسی بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم به حساب می‌رود. ما در زمان استقلالیت این مشکل ترین لایحه‌ها را از جمله از بنبست کمونیکاسیونی رها یافتن کشور، ساختمان نقب‌ها، این چیزها را انجام داده توانستیم و اونی که امروز همچون یک عامل آینده بینی رهبری دولت اندیشه کرده ایستادن، با بنیاد نیروگاه برقی، آبی، راغون در ما زیاد شدن کارخانه‌های استحصالی، اندوستریایی، صنعتی خیلی خیلی زیاد می شود و برای همین هم امروز علمی تاجیک محققان جوانی که در این ساحه مشغول هستند همچون کادرهای آینده می توانند که این استحصالات، این اقتصادیات را پیش برند. زیرا بازم هدف
اول و آخری راهبر دولت ما همین است که باید ما کشوری صادراتی باشیم، از کشوری وارداتی بیشتر به کشوری صادراتی رو بیاریم که توانیم بودجه کشور رو، توانیم که سطح نیکوحوالی خلق رو، جامعه رو بلند برداریم و این الان اولین قدم هاش رو ما شاهد گشته ایستادیم به استفاده دادن چندین کارخانه ها، از جمله مثلا سمنت. یک زمانی بود که همه این وارد میشد، امروز در خودمون این چیز به منت استحصال می شود و حتی به کشورهای همجوار همسایه ما اون رو صادرات می نماییم. امروز تاجیکستان در اکثر عرصه ها با پنجمین تشبث خود برای جهان معرفی گشته است. همه میشناسند تاجیکستان را و تنها اکنون یک تحولات دیگر، اصلاحات دیگری که رهبر دولت در این ملاقات پیش اهل علم زیا گذاشتن همین است که باید ما جدا به علم رو بیاریم و در مرحله های نوبتی همچون یک کشوری در قلب آسیا توانسته باشیم که برای جهانیان از همه لحاظ، هم اقتصادیات، هم فرهنگ و دیگر پهلوهایی که برای زندگی انسانیت مهم است معرفی گشته باشیم. تشکر. واقعا علم انسان ساز است. حیولای هستی ما را علم بازگشایی میکند. برگزاری ملاقات پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اهل علم و معارف کشور نیز در اساسی معیارهای کنستیتوسیا صورت گرفت. بگیم خطا نمیکنیم. معیار کنستیتوسیا مقرر میکند که تاجیکستان دولت اجتماعی بوده، برای هر یک شهروند زندگی ارزنده را فراهم می‌آورد. هدف محوری همین با وجود آوردن شرایط زندگی ارزنده است که ملت تاجیک واقعا به این گونه شرایط ارزنده است و در پایان ملاقات پیشوای ملت با در نظر داشت تهدیدهای زمانی معاصر، مرکب شوی روزافزون اوضاع جامعه جهانی، اظهار داشتند که هویت ملی داشته باشیم، افتخار وطنداری داشته باشیم، از منصوبیت خود، از اصیلزادگی خود همیشه افتخار کنیم و ملت تاجیک با اون خرد، دانش، معرفت، ذکاوت و ظرفیت‌های ذهنی که داشت در طول هزار ساله های موجودیت خود از بین نرفت. برعکس ما در زمینه پژوهش، جویا شدن، به علم را آوردن، به دستاوردهای نو نائل می‌گردیم و این ملت واقعا تمدن آفر را که در رشد تمدن بشری سهم بسیار برجسته دارد بار دیگر با همون چهره اصیل معرفی میکنیم. تشکر برای صحبت، برای ابراز اندیشه ها. بینندگان گرامی، یادآور میشیم که در صحبت ما اشتراک داشتند انصار نیازوف، نامزد علم های گیولوژیا و مینرالوژیا، قربانمد صادقوف، نامزد علم های اقتصادی، محمد رحمانزاده، نامزد علم های حقوق شناسی، بختیار قطب‌الدین، دکتر علم های فیلولوژیا، دکان فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان و در مجموع آموزگاران دانشگاه ملی تاجیکستان که اینجا با ما در مسئله مبرمیت، مهمیت و محتوای ملاقات پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اهل علم و معارف کشور صحبت کردیم. صحبت ما در اینجا به پایان میرسد. برنامه‌های دیگر تلویزیون تاجیکستان ادامه دارند.